عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز کانال الکترونیک خودرو. پکیج رو برای شما آماده کردیم به نام پکیج جامع تعمیرات سیستم‌های الکترونیک خودرو و آموزش سیستم‌های الکترونیک. ابتدا تاریخچه سیستم‌های الکترونیک خودرو رو از ابتدای پیدایش و تکامل اون رو قدم به قدم در قسمت تاریخچه بررسی میکنیم. سپس انواع سیستم های الکترونیک و نودهای الکترونیکی که بر روی خودروهای مدرن امروزی هست رو مورد بررسی قرار میدیم. سپس وارد جزئیات شده و از الکترونیک پایه شروع میکنیم. تک تک قطعات الکترونیک رو از پایه برای شما دوستان عزیز تشریح میکنیم، عملکرد اون رو در مدار و اصول و عملکرد مداری هر قطعه رو به صورت عملی و به صورت بسیار دقیق برای شما تشریح میکنیم. قطعه شناسی رو کاملا به شما آموزش میدیم. انواع قطعات دیپ، انواع قطعات SMD رو کاملا به شما آموزش میدیم. در قسمت دیگه دیتا شیت خونی رو کاملا به شما آموزش میدیم که چگونه با استفاده از یک دیتا شیت مورد نظر یک قطعه بتونید کلیه پارامترهای اون قطعه رو بررسی کنید و به موقع وقتی که میخوام در مدار یک قطعه رو مورد تست و ارزیابی قرار بدیم با استفاده از دیتا شیت به صورت بسیار دقیق بتونیم قطعه رو تست کنیم به گونه‌ای که نیاز کمتری باشه که قطعه رو از روی بورد جدا کنیم و مورد تست و بررسی قرار بدیم. انواع نودهای مورد استفاده بر روی خودرو رو مورد بررسی قرار میدیم و تشریح میکنیم. در قسمت بعد ارتباط انواع نودها رو که به چه صورت در یک خودرو این نودها به هم ارتباط داره و در واقع شبکه رو به شما توضیح میدیم، شبکه کن رو کاملا به شما توضیح میدیم و در قسمت عیبیابی شبکه کن به شما یاد میدیم که با استفاده از یک مولتیمتر ساده چطور اون قسمت از شبکه کن به مشکل خورده در واقع رفع ایراد کنید و یا اینکه یک نود مربوطه رو که روی شبکه کن اخلال ایجاد کرده پیدا کنید و بدونید که ایراد از شبکه است یا از نود هست. این دوره نه تنها ECU های در واقع ایرانی رو شامل میشه بلکه ECU های متداول بر روی خودروهای وارداتی رو مورد بررسی قرار میدیم، مورد ارزیابی قرار میدیم و همچنین ECU های مورد استفاده بر روی خودروهای سنگین، ترک ها و کامیون ها و کشاورزی، ماشینالات کشاورزی، ماشینالات صنعتی و راهسازی رو کاملا تشریح میکنیم و این دوره به گونه‌ای هست که شما دوستان عزیز اصول کارکرد یک ECU رو در واقع میشناسید و از روی اون اصول میتونید هر مدل ECU، حتی اگر یک ECU ناشناخته رو بذارن جلو شما و شما باز کنید بتونید کاملا از پیناوت تا قطعه مربوطه تشریح کنید خودتون و توضیح بدید، حتی به عنوان یک تعمیرکار وظایف هر قطعه رو بگید. در این دوره کلیه وسایلی که مورد نیاز شما هست برای تعمیرات تخصصی به شما معرفی و آموزش داده میشه، اهم از استفاده از مولتیمتر، استفاده از سیگنال ژنراتور، استفاده از اسیلوسکوپ، استفاده از دستگاه هویه هوای گرم به منظور بیرون آوردن قطعات SMD و جا زدن قطعات SMD کاملا به صورت تخصصی به شما دوستان عزیز آموزش داده میشه. این دوره
کلیه نودهای مولتیپلکس که بر روی خودروهای ایرانی و خودروهای وارداتی هست رو به شما آموزش میدیم، به چه صورت عیوب مربوطه رو رفع کنید. در قسمت نرم افزاری کلیه پروگرامرهایی که الان توی بازار ایران متداوله کاملا به شما آموزش داده میشه. بهتون یاد میدیم که به چه صورت یک عیب سخت افزاری رو تمیز بدید از یک عیب نرم افزاری و ببینید که آیا عیب واقعا نرم افزاری است یا سخت افزاری، چون اکثر دوستان به اشتباه میفتن و یک عیب نرم افزاری رو که با یک دانلود ساده میشه رفع بشه، متاسفانه من دیدم که وارد نودها میشن و نودها رو باز میکنن و حتی نودها رو خراب میکنن با این کارشون. دوره یک که ما برای شما تهیه کردیم در قالب یک پکیج بسیار جامع است که حدود 100 ساعت ویدئو و کلاس هست. یه سری کلاس های رفع اشکال براتون گذاشتیم و هر گونه سوال و پرسش رو دارید از بنده سوال میکنید و به این سوالات شما جواب میدیم. در این دوره ما از کتاب‌های روز دنیا استفاده می‌کنیم برای آموزش شما عزیزان و همچنین PDF-های بسیار مهم و ارزشمندی رو که در اختیار شما قرار میدیم. جزوه هاتون به صورت PDF است. کتاب‌های بروز دنیا رو در زمینه تعمیرات سیستم‌های الکترونیک خودرو به صورت PDF در اختیار شما قرار میدیم. همچنین یک پکیج جامع در واقع نرم افزاری رو که حدود 30 تا 35 گیگابایت اطلاعات هست، اهم از حالا نقشه های انواع خودرو، اهم از برنامه مختلف که مورد نیاز شما هست برای برنامه ریزی و در اختیار شما قرار میدیم. امیدوارم که دوستان عزیز از این دوره کمال استفاده رو بفرمایند و مطمئن هستم که بعد از گذراندن این دوره یک تعمیرکار حرفه‌ای در زمینه تعمیرات سیستم‌های الکترونیک خودرو خواهید شد.